من خطاب به این متعصبان خودخواه میگم که از چه چیزی هراس دارین؟ چری از زبان ما میترسین؟ اگر خواب حذف زبان فارسی را در کلهای خام خیش میپرورانین، این آرمان را به گور خواهین برد. ما خوابهای شما را پریشان میکنیم. فارسی یک زبان نیست، فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست. به گفته قهار آسی بزرگ، گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. اگر ادبیات دنیا توانست نام بلند فردوسی ره، نام حافظ و مولانا و سعدی ره، نام بیدل و خیام و جامی ره از یاد ببره، اگر تاریخ بشریت توانست نام کوروش و رستم دستان، نام آرش کمانگیر و ابو مسلم خراسان را فراموش بکنه، شما هم بر خیال باطل خیش بمانین.